از همکاری با شما شادیم. از هر دهه 5-6 اویله را جمع میکنید. خواهشمان از شما این است که شما از همه دهه یک چند اویله را یابید. اویله های جمع کرده امان را از طرف تشکیلات خارجی دستگیری میکنیم. با این راه تمام دنیا از کمک های ما خبردار میشوند. ما باشیم زودتر به خواسته امان میرسیم. غیر از این به این اویله ها از مکان های خواسته اشان در خارجه خانه داده همه خواسته هایشان را به جا میاریم. مرحمت، این برای شما. شما پروا نکنید، ما هرچی زودتر آن اویله ها رو میابیم. خب از شما خبر انتظار میشویم، فقط زودتر باشید. رای سفید آقا. زکا در کجای زکا؟ نه جناب، بفرمایید. زود کودکان ده ها رو جمع کن، به شهر میفرستیم، نمایش است. جناب، مردم کودکانشون رو داده نمیخواند. چی خیلی نمیدهند؟ این چی گپ است؟ من فرمان میدم آنها باشد آن را اجرا میکنند، فهمیدی؟ وگرنه خانه اشان را به سرشان چپه میکنم، آنها را رشکن میکنم، به آنها همین تفگوی، فهمیدی؟ رو کودکان را گرفته بیان، رو زودتر. جناب، آنها پول ده، پول ده، پول داده آنها را فریب کن. رو زودتر. زکا. لبه جناب. تو هم به شهر می روی. این دفعه کودکان زیاد را می فرستم. خودت آنها را برده به خارجی ها می سپاری. خوب شده است. رو. یگان کاری دیگر یافتم لازم. از این آدم بیزار شدم به خدا. کاش یگان کس پیدا شود که پسرش را به شهر فرستادن خواهد. چیکار میکنم؟ مجبورم که به زوری گیرم. حال شد؟ بله، مثلی گفته اتان کردم. نوارها در اینجایند. کار تو خیلی مشکل بود. سرداران آدمانی با تقدیر بودند که تو بر این جاسوس دارند. گیر قرآن فرموده ات را. چی شد؟ مسلمان شدن میخواهی چی؟ هرگز. من بدین بودم، تا آخری عمر بدین خواهم ماند. فوات دین کم ماند، انتظار شو. بسیار خوب. خدا از شما راضی باشد. می توانید صبح به دهاتون برگردید، لیکن داروهای نوشته هم را استعمال کنید. خدا از شما راضی باشد. نخواد این کار را سربازان کرده باشد. هیچ باوری هم نمی آید. این را سربازان نکردند، این کاری دیگران است. راست، لیکن این را با آقای زینال فهمودن خیلی دشوار است. بیا رفتیم پسرم، استراحت کن. حالا نمازت رو هم نخوانده ای؟ میخوانم مادر.
میخوانم خواطر نشوید. برفین چه خیل است؟ یگان مشکلی ندارد؟ نه پسرم، خدا را شکر خوب است. مثل گفته مکم من با رئیس گپ زدم. سنت‌های نگاه رو آماده میکند. میدونم کمی تاجیل شد لیکن احوال رو خودت میدونی. توحید دیروز مکم را به خانه فرستاده است و تو خانه رسیدن با او در همین خصوص گپ زده است. فؤاد درست میگوید دخترم، کاری خیر را باید زود انجام دهی. خوب. خوش آمدی پسرم. خوش باشید آقای حامد. احوالتان خوب است؟ خدا رو شکر پسرم. خوبم. من اکنون میروم. برای پگاه باید تیاری بینم. نرو پسرم، در این نصف شب کوه خطرناک است. امشب در خانه من مهمان شو. سحری برورد براه میبرای. پسرم، آقای حامد راست میگوید، سحر میروی. راست میگوید. شب را همین این گپی دیگر. و شما شب خوش. بیا رفتیم. و تو هم. شما رفتیم آقای حامد. در خانه هم راه ندیم. فؤاد ایدین. مرحبا. چتین سوهانلی از گروه ضد ترور. تینجی است برادر؟ خواطر نشوید. تینجی است. در خصوصی زد و خورد امروز به عمل آمده با آقای فؤاد یک چند سوال میدیم. من میفهمم و لیکن در این وقت هیچ گپ نیست. آنها از امنیتند. انشاءالله تا سحر برمیگردم. انشاءالله. رفتیم. مرحمت. خدای توبه در نصف شب. اینجا بیا. چیکار کردی زیلان؟ کارها حل شد؟ این بگاه کشزم را به جایگاهش میگذارم. گمان نمیکنم که نجات یابد. یعنی یافتی؟ اگر ما خواهیم در این جایها همه چیز را میابیم. این قرآن را احتیاط کن. برای ما حالا کار میآید. بیناشم خاموش. تشکر، زحمت کشیدید. این طور می شود مگر دخترم؟ در شب گشتن خطرناک است. شبی خوش. شب خوش. با تو هم دخترم. خیر. زیلان، اگر این بگاه برفین را کشته توانی امکانیتی ملکه شدن را پیدا میکنی. تو چی رو پنهان کردی؟ نه چیز رو پنهان نکردم. یک طرفیست بینم؟ نه کاری تو چی؟ دیدم چیز رو پنهان کردی. تو چرا؟ ایست یک طرف چرا کاردان میشوی؟ پنهان کردی. بینم کاری تو چی؟ برفین چی گپ است؟ چیز رو پنهان کردن اونجا. راست است دیلان؟ ها راست است. چی را پنهان کردی؟ آن چیست؟ قرآن 200 ساله بابای رحمتی هم داده بودند. نخواستن اگه کس بیند وگرنه از دست من میگیرم.
بخیر است دیلا. درباره چی فکر میکنی؟ درباره فؤاد فکر میکنم برفین. اون مرا بسیار دوست میدارد. چیکار کردنم رو نمیدونم برفین. میترسم که مبادا او رو خوشبخت کردن نتوانم. فکر و خیال تو حالا هم در احکام است. این در نگوی برفین. این موضوع رو من محکم کردم. من اکنون با فؤاد خانه‌دار میشم و برای خوشبخت کردن او همه کار رو میکنم، زیرا او از این بهترش رو سزاوار است. تو هم به بهترین سزاواری. خداوند هر دویتان رو خوشبخت گرداند. خیر، من اکنون رفته خواب میکنم. تو هم خواب کن. راست میگویی. یلماز رو بیدار کنیم؟ نه، او امروز در مهمانخانه خواب کنم. من تنها میخوابم. شب خوش. با تو هم برفین. برفین، به خانه‌ات خوش آمدی. خوش باشی. کوش یلماز هم زودتر صحت شد. شکر که درد و غم هم با او خیلی نرسد. اینجا کجاست؟ ما در اینجا چی کار میکنیم؟ برای چی مرا به اینجا آوردید؟ یعنی تا سحر برگشتن میخوری؟ سلاح داری رسیه؟ نخواستم اینقدر با باوری گپ زنی. با کی باوری داری؟ من سلاح دار نیستم، محافظم. شما کیستید؟ از من چی میخواهید؟ میخواهم با تشکیلات رابطه داشتنت را اعتراف کنی. من با تشکیلات رابطه ندارم. من برعکس بر ضد تشکیلات مبارزه میبرم. دمت را گیرم لا. تو کی را فیره میدی پلید به نام؟ در دست نوارهایت را دارم. مرده اعتراف میکنی. تا سحر رو بگم درارید. اگر سحری اعتراف نکرد همه اتان رو میکشم. کاش تو مرا گشت یلماز. تو رفت آقای دایره دور جرزم. کاش تو گشت است. درد میکند یلماز. زود باش.
آقای طاهر آقای طاهر آقای دکتر آقای دکتر آقای دکتر چی شد اومد؟ چی شد؟ افای برفی رو کشتم گسید. چی؟ چی؟ کشتم گسیده است؟ بله. حالا در کجاست؟ در نقطه طبیعت؟ بازی رو در خونه ما است. رفتیم. شد بخیر جان شد. میکند یلمز. تو خواهد کن بخیر. تو خواهد کن بخیر جان. چی شد؟ این بخیر چی شد؟ خواهرم کردی تیز رو گرم کن زیبا. شد تو خواهد کن. کشتم های اینجا آدم را بکشم پسرم خدایا خودت مدد رسان دخترم از دست میرمد برفین رو میترسید ایستا دخترم اگر جان درد میکنم برفین نترس میگذرد زودتر کارت رو ده مرحمت خوش اعتراف نکرد هیچ گپ نه دوام میدیم من نوازش بود عذاب و شکنجه اساسی را دیده همش را حتما اعتراف میکند نمیکنم زیرا من دروغ نمیگویم اگر کشید هم دروغ نمیگویم در گپت میایستی اگر من تو را به گپ درآورده نتوانم انسان نیستم ارمغانی آماده کرده من به تو پیسند خواهد آمد برای دو را فواد نزن دمت گیر داد نزن سردهد رهایم کنه فواد سردهد خوینو خاموش نازور هست سردهد از اینجا رفتن یا نرفتنی او از تو وابسته است فواد به گپی آنها گوش نکن با آنها باور نکن فواد ما رو رها کنه برا سردهد با آنها باور نکن فواد دیلو برا سردهد دیلو از ما چی بگویم دیلو برا سردهد دیلو اگر عذاب کشیدن نامزدت رو نخواهی گپ زن با تشکیلات چی علاقه داری؟ من با تشکیلات علاقه ندارم دیلو داد زن بلندتر داد زن ما را رها کنه احوالش خیلی است پسرم حاضر هیچ چیز گفتن نمیتوانم مادر مقدار زهر رو نمیدونم امکانیت هایی داشتم رو استفاده بردم به اینم چاره دیگر را داشتم انتظار میشه مادر جان طاهر برفی چه است یلمز تو نباید با این احوال ببیرون برای طاهر در حالی که برفی در این احوال است من چطور در خانه می‌نشینم برفین این شانو سیاد میشود روات یلمز بخونه رو زیرا رو زودتر بر بخونه رو خواطر
با او چی شد؟ طاقت نکرد. هیچ گپ نه. وقتی که به خود آمد باز دوام میدهی. بیا به نزد دیگرش میرویم. با او چی کار کردید؟ بیچاره از هوش رفت. اگر نامزدی قهرمانش همه چیز را اعتراف کند، چشمانش را در خانه میکشاید. اگر نکند در قبر. خودت انتخاب کن. او را رها کنید. با شما چند بار گفتم که من سلاحدار نیستم. یعنی اعتراف نمیکنی ها؟ سلاحدار خود شمایید. دولت این کار کار خواهم میکنم. ابله بیناموس. بازش تو را به قتل میرسانم. اعتراف کن رزیل، اعتراف کن. من گفتم را گفتم. خیلی کونه است، لیکن همه وقت به کار می آید. در اول جایی می نماید، لیکن پس از نیم ساعت به گپ می درویی. بناگاه جنازه به قیامت تبدیل یافت. ما کجا گریختن ما را ندانستیم. سربازان به مردم آتش کشادند. گوش کنید. برای سخنت را بریدنم عذر میخواهم، لیکن به فکر من این کار خائنان است، عباگران است. آقایان، برادران و دوستان، به شما میگویم که چشمتان را کشایید، هوشیار باشید و بازیای آنها باور نکنید. خداوند ما را از راهی راست بیرون نبرارد. باید به قرآن رو آوریم، به سنت رو آوریم. ما سال هاست که در این دولت با هم زندگی کرده ایم. همه ما یک هستیم، یک ملت یگانه هستیم. بغیر از این هر چی باشد این کاری دشمنانی ماست. شنیدیم که به خانه های سرداران منطقه گشته پول و طلا میدادند، به آنها کمک میکردند. که این مبلغ را میدهد؟ چرا میدهد؟ بر عوضش آنها چی میخواهند؟ باید فکر کرده عمل کنیم. آنها کیستند؟ از کجایند؟ آیا آنها را میشناسید یا نه؟ جناب، یک مهمان آمده است. کی است؟ نمیدانم جناب. گوی درآید. مرحمت. خوش آمدید. به مهمانان چای و خوراک بیارید. تشکر زیاد. ما وقت نداریم. در حال نیت آمدنمان را میگویم. ما برای به شما کمک کردن آمدیم. از همه چیز خبر داریم. امکانیت را که دولتتان به شما داده نمیتواند، کمی هم باشد، به شما کمک کردن میخواهیم. جنابان، همچون مهمان خوراکتان را خورید، لیکن برای این گونه کارها به خانه من نبایید. ما از هیچ چیز شکایت نداریم. یاری کسی به ما لازم نیست. لطفی خداوند برای من کافی است. نگرید آقای مسلم، جنابان، ما برای
دانسته باشد که نه من و نه قبیله ام وطن فروش نیستند. سخن آخرین من همین است و شما رای سرید. خودتان میدونید. مهمان ها را گسل کن. اکنون به من خوب گوش کنید. هر نفری که از این آدمان پول میگیرد به حرام دست زده خودش را فروخته حساب می شود، یعنی از دین می براید. این را به همه گویید. سخنانی مرا به همه سرداران قبیله ها حتما رسانید. یعنی نمرده است؟ یگان کس از تو شبه نکرد؟ نه، شبه نکردم، لیکن نجات یافتن برفین مرا ناراحت کرد. اینجا جودی است؟ اینجا جودی است؟ با جودی در تماس بله، می‌شوم. جودی این من هستم. گپ زنید. خب، گلها شکفتند. بله. گلها را خوب پرورش کن. فهمم. برای کار. نقشه یکم رد شد. ملکه شدنی مرا من کردم. برفین برای یافتن سند به ما لازم می آید. او را نمیکشیم. از این پس هدف ما تنها یافتن سند است. یعنی سند رو یافته در حال از اینجا می رویم؟ عجایب است. الکه از ما شبهه کرده ایستادند. همشیره حامله‌داری ما رو پرسید. باید آشکار نشده زود کارمان را به آخر رسانیم. صد شکر. احوالش خوب است. خطر پسی سر شد. آقای طاهر، چی شد؟ گلو چی شد؟ این چی احوال است؟ چی گپ شد؟ من خوبم. فؤاد را شکنجه میدهند. چی ها میگویی دخترم؟ چه شکنجه؟ او را مانا نکن کن. دیشب فؤاد را بردند. صبح ما را هم دزدیدند. او را برای با سلاحداران همکاری کردند. گناهگار میکنند. فؤاد در کجاست؟ بیا رفتیم. مادر شما با برفین مانید. مایلش پسرم، شما روید. دلا با خودمان یک دو نفر رو میگیم. مالش آقای طاهر. آقای دکتر تسبیح خیلی بلند است. بیچاره در آتش سوخته ایستاده است. بیاید به درون دارید. زودتر. اماکی عارف، لبای دخترم. شنیدم که پسر شما رو به این منطقه فرستادن. راست است؟ بله دخترم. مرا به نزدش میبرید. برای چی دخترم؟ نامزدم فؤاد رو دستگیر کردن. او رو عذاب و شکنجه میدهند. جوشان رو میدونم. التماس کمک کنه. خدا، این چی خیلی بشم؟ رئیس در کجا بودن پسرتون رو میدونی؟ حتی میدونم دکتر. میدونم. آقای دکتر. جایش رو خوب میدونم. کودک میمیرد. بیایید رفتیم. زودتر باشد آقای دکتر. کودک میمیرد. پیشری آقا، با تشکیلات چی علاقه داشتنی قبیله اتان رو گپ زن. قبیله ما با تشکیلات هیچ علاقه ندارد. ما اینها را کی به نوار گرفته است؟ کی؟ پدر خماندان آمده است. او را دیدن میخواهد. حاضر. خماندان، پدرتان آمدن. واخوردن میخواهد. مایلش درآید. انتظار نشوند. مرحمت. بیا دخترم. مرحمت.
مادرجان خوش آمدید. خوش باشی پسرم. چه حال دارید؟ خوب هستید؟ خوبم. تو چه حال داری؟ صد شکر. کدام شما رو به اینجا رسوند؟ این دختر همشیره دهه اوبیکالون است. خوش آمدید. و خیر است؟ به شما چی شد؟ سلامت باشید. مهم نیست. نامزدش رو بردند. با تشکیلات کار میکنی گفته بیچاره را عذاب میدهند. در کجا بودنشان رو میدونم. التماس کمک کنید او را نجات دهید. دروغ است ها؟ مگر این نوارها دروغ است؟ من تنها برای تعزیه رفته بودم. دروغ نگوی ابله. دروغ نگو. سردارم برو باسم اسلام سلاح را گیر. التماس زودتر رویم. فوات را میکشند. خواطر نشوید. او را مییابید. آروم شوید. ما را تا اونجا برید کفایه. رفتیم. بچه گل قدم زن. بیهوده یک روی نکن. اعتراف میکنی. من دروغ نمیگویم. اگر بکشید هم نمیگویم. ایستو دخترم. آنجا خطرناک است آخر. انتظار شو. استودیوی عرش نوترین سریال ترکی را تقدیم شما می‌گرداند. با همین نزدیکی سلسله فیلم سرنوشت شما را به عالم جهل، تلاش، مبارزه و نبرد، عرفان و فراست و عشق و محبت میبرد. سرنوشت آدمانی که در نبرد زندگی جانبازی میکنند. چه راه را باید پیش گرفت وقتی که راهی نیست؟ کجا باید رفت وقتی که آشیانی نیست؟ با کی باید باور کرد وقتی که رفیقی نیست؟ این همه به نزدیکی در سلسله فیلم سرنوشت تقدیم از استودیوی عرش. کسی نیست خواندار. مایلش میرویم بچه. شما رو انتظارم. شما دوام دهید تا اعتراف کردنش. آقای مسلم کمک دوستان خارجی امان را قبول نکرده است. چطور باز برای نفرانی که پولهای تقسیم کرده خارجی ها را میگیرند فتوای از دین برآمدن را داده است و دیگر دهه ها هم خبر فرستاده است. آقای مسلم در بالای مردم منطقه قوه بزرگ را صاحب است. او را باید از بین برداریم. هیچ مشکلی نیست. مسلم را خاموش کردن برای من آسان است. آقای مسلم را خاموش کردن بسنده نیست. باید قوم و قبیله او از این سرزمین نیست شود. همه اشان باید کوچ بندند. این تنها با یک راه می شود. قوم به سردار و به صاحب می ماند. فؤاد و مسلم از اینجا صحت نمی برند. فهمیدی؟ فهمیدم سردارم. خواطر نشوید. همه اش با خواست شما می شود.
چی شد؟ متاسفانه اینجا را ترک کردند. اما در همینجا بودند. معلوم است که خبری افتادند. اما شما خاطر نشوید. گفتگو رو دوام میدهیم. و بینیم بوی بدی آمده است. شما خاطر نشوید. اکنون به دیه برگردید. من به شما خبر میدهم. قربانت شوم. با او یاریدی. مایلش خاطر نشوید پدر. پدر از سلیمه خبری هست؟ متاسفانه نیست. یگان خبری نیست. این داروها را خور بهتر میشوی. برای به من اهمیت دادنت باید بیمار شوم یلدوز؟ اگر بیمار یا زخمی نباشی کاری کردن نمیتوانم. چرا این طور میکنی؟ من به تو چی بدی کردم؟ بیمار دارم. دستم را سرده. میگذار همه بیمارانت بمیرند. چی گپ است در اینجا؟ در اینجا چی گپ است وطن قماندان؟ خیر، به نزد آقای زینال می رویم. باید با اون مناسبتمان را خنک نکنیم. برای عملیات های شهری امان از آقای زینال آدم طلب میکنیم. وطن قماندان، این احوال تو چی میشده باشد؟ یلدوز تو را خوب زیری پا کرده است. دیگر در این مسئله گر نزن سینام، تو را میکشم. آقا این جنابان شما را دیدن میخواهند. صدق الله. مسلم ایدین، به من کار داشتید؟ از گروه ضد تروریستی چتین سولحانلی باید با ما تا شعبه‌مان روید. محلش، لیکن من با ترور چه علاقه دارم؟ تنها در خصوص جیانتان از شما بیانات گرفتنیم. جیانم کجاست؟ آقای فؤاد مهمانی ماست. نجات یافتنی او از بیانات دادن شما وابسته است. محلش، این در باشه میرم. مرحمت. گذارید. می توانید کودک رو به خانه برید. تشکر. خدا راضی باشد. تشکر. رفتم پسرم. اکا برفی دخترم. مادر جان، اکا من میمیرم. نمیمیری برفی، خاطر نشو. زهری در خونت بوده را برآوردیم، چیزهای لازمی را انجام دادیم، سوزندارو هم گذرانیدیم. دیگر خاطر نشو. یلماز، برفین چی حال داری؟ صد شکر خوبم. با تو یگان واقعه نشود گفته سخت ترسیدم. اپام در کجاست آقای دکتر؟ در حقیقت دیلا در کجاست طاهر؟ دیشب فؤاد رو دستگیر کردم. وقتی که صبح نآمد رئیس با امک وریف به نزد سربازان رفتم. فؤاد را برای چه دستگیر کردن؟ نمیدونم پسرم. در خصوص آقای زینال است گفتم. بیاناتش را میگرفتند اما حالا هم نآمده است. به شما هم دردی سر شدم اما تئوری. اینطور نگوی دخترم. اول نامزدت رو یابیم. انشالله. بخیر است محسن؟ دکتر دارو داده، سوزان دارو گذارانی، صحت شد. من به دیه میروم. مایلش، من هم دیلا را به دیه مونده برمیگردم. نه، شما برگردید اما تئوری. من خودم میروم. به این هم کم خدا تنها چطور میروی؟ هیچ گپ نیست. کمش مانده است. خودم میروم. خیر دخترم، خودت میدونی. خدا حافظ. برای همش تشکر. تشکر زیاد. خدا شفا دهد.
دیلا حالا هم نامده است. چرا اینقدر دیر کردم؟ جای خواطر شدنش نیست پسرم، شاید فات را یافتند. اکا من به خونه رفتن میخوام. دخترم تو چرا خیستی؟ اگر دارویت با آخر رسیده باشد میتوانی روی. با دقت باشید. احتیاط کنید. پسرم تو برای دیلا خواطری. چی باشد؟ خدا شفا دهد یانگا. یانگا؟ برفین؟ خدا شفا دهد برفین. تشکر زیلان. من جای خوبت رو آماده کردم. شاید گرسنه شده ای، برایت خوراک آماده کنم. لازم نیست، گرسنه نیستم، نمیخوام. این طور باشد من به چشم میروم. مایلش اسلام من میگشایم. بیا بروید گوگا آکی میگویم گوگا بسیار درد نزن مطلبیه گوگا مهمان سرایمون پسندت نامد، اما با جیانت مخور شده است. اینقدر سوز و گدازش بسنده است. او رو هم بندید. چرا این کار کردید؟ سردید او را سردید. هرچی خواهید با من کنید، او بیمار است. البته اول با تو میکنیم، او تماشا میکند. ارتشا میکنم او را سردید. بعدم با او میکنیم، تو تماشا میکنی. نکنه قربانتون شدم، بس کنه من گناه ندارم. سردید آن گناه رو من نگرفتم. من پول نگرفتم. اعتراف کن ابله. علاقه قوم و قبیلت رو با تشکیلات اعتراف کن. قبیله ما با تشکیلات یگان علاقه داشته نمیتواند.
در اینجا امضا بذار که تو با تشکیلات همکاری میکنی و این عذاب با آخر برسد. امضا کن اومد. گوش کن، از دولت های بیگانه پول گرفتنت رو هم میدانم. آقا میدانیم زخمت حالا محکم نشده است، اما تشکیلات از تو یک خواهش دارد. چی بوده است؟ اگر از دستم آید میکنم. برای نمایش‌های در شهر بوده به ما آدم لازم است. اگر از ده 20-25 نفر روند خیلی خوب می شود. شماران رو دهید بسنده است. من جوانها رو میفرستم، خواطر نشوید. با وجود اینقدر درد و علم سلامت باشی آقای زینال. پدر، حالی مادرم خوب نیست. حتما او را به دکتر نشان دادن لازم. مادرت رو به کجا میبری؟ من به نزد دکتر آبی کلا نمیرم، نمیخواهم. یک ثانیه آقای زینال، مگر دیگر دکتر نیست؟ در قرارگاه ما یک دکتر هست، او همسرت را معالجه میکنه. زود بیمار را آماده کنند، با خودمان میبریم. مایلش حنیفه، مادرت را آماده کن. ایتن تو هم کمک کن زودتر. آقای زینال دوست ماست. مگر من تو را با اون یک شلی بدعهد میدهم؟ اگر شعر لازم باشد شعر می نویسم. در بالای کوه پاسبون عاشق شدم به چوپون، همه صحرا پر از گل، او خواند مثل بلبل. با خدا خیلی خوب اومده است. الدا و نادانی و حیرانی و سرسانی جوانی. الدا چی گپ است قزبان؟ بخیر است؟ چیزی نیست. من برای تو شعر جد کردم، آوردم که بخونی. تو از من نرنجیده بودی؟ این باز چه خیلی شعر؟ نه الدا نرنجیدم، همین خیلی شد آخر. من با تو شوخی کردم. خفه نشو قزبان، لیکن من به این کارهای کودکانه وقت ندارم. لیکن اگر نجله نیست میخونی، مکتوبش را در کیسه میگردونی. البته میخونم. نجله شیرین زبان است، سخنهای خوب میگوید، مرا زیغ نمیکند. مثل تو نیست. الدا در جویت است. کمی سرش خم شود عقلش در جویش می آید. کنی بینم چی نوشته باشه. در بالای کوه پاسبان عاشق شدم به چوپان، همه صحرا پر از گل، او خواند مثل بلبل. به خدا خیلی خوب نوشته است، قربانت شوم. نه نمیشود، با او گپ زدن حیف است. من از این یک لحظه را الدای خواهی، همه من تو از یک خواه کرد، همه تو رو بد ببینم. بخیر است دکتر؟ با بالای فؤاد باز آقای مسلم را هم دستگیر کردند. ای خدا این چی بلایی است؟ این چی بلایی بود که به سر عائله آنها آمدن؟ چی بلایی بود؟ نمیدونم، اما معلوم است که در بین چیزی هست. باید زود به سربازان زنگ زنم. مرحمت زنگ زن. یکون خبر هست؟ نیست دکتر اکنون زنگ میزند.
فؤاد پسرم، پسر جانم، پسر جانم. نمک فکر کردید که با اوزانی مرده از این کار میگریزید؟ تا اعتراف نمودنتان این عذاب ادامه مییابد. ما گناهی نداریم، چرا اعتراف کنیم؟ حاضر با تو کاری میکنم که یک عمر از آیله‌دار شدن شرم میداری. خودت مرا فهم نکنه نه قماندان آنها را در کجا نگاه داشتنشان ممکن است؟ مایلش مرا از حجره رئیس یافته میتوانید. تشکر، سلامت باشید. چه شد؟ چه گفتن؟ دیلو از آنجا برآمد است مادر. آنها گفتگو را دوام داده ایستادند. در کجا باشد؟ اکنون آنها را چطور می‌یابند؟ نمیدانم. متاسفانه دیلو هم نامده است. با آقای عارف زنگ زدم. او را تا نزدیک دیه آورده مانده است. آن طرفش را خودم میروم گفته است. چیکار میکنیم پسرم؟ با گفتگو میبرم مادر. مادر، در کجا بودن آقای حمید و الدو را میدونید؟ به خدا نمیدونم، شاید حمید در خونه‌اش باشد. الدو را کی میدوند در کجا میگردد؟ بیا رفته کابیم پسرم. این چی حال است؟ آخر این چی روز است؟ تا کی ما آب میکشانده باشیم؟ دیگر نمیتوانم چشم را بیند. چرا آب نمیآید؟ چرا هم چندین سال شده است، کهنه است. خدا مجبوریم که خیزبان به من گوش کن و پدرت گوی آخی مسئله آب را بیند. ای خدا، از دست این رئیس یگان کار نمی آید. او تنها استراحت کردن را دوست می دارد. تو چه ها میگویی؟ چرا با پدرم کار دار بشوی بی عقل؟ به فکرم خماری شلاقت آمده است. به ها نمیگویی؟ رفت جای که دیوانه خونه است. به من تبابت کن. خیر خزمان. دیوانه تو چی کار کردی؟ چی کار میکردم؟ برای شروع داخل باز چی کار کنم؟ آفرین خزمان. اکنون با آمک از مشغول با اون نرسید. او پیر است. بله نیاید. چی شد؟ گناه را قبول کردند؟ یک روی میکنند اما تا آخر طاقت کردن نمیتوانند. اگر زودتر حالتونی خوب میشود. از پسی تو عملیات سر شده است. و فکرم آب را دکتر لای کرده است. دکتر را هم به اینجا بیاریم. عقلش را به کار میدارد. همه را در یک جا جمع کرده نمیتوانی. دکتر را در این منطقه همه دوست میدارند. اگر با او چیزی شود برای مردم قهرمان میشود. خیر چیکار میکنیم؟ فؤاد را زودتر بکش. دیگرش ماند. او را با زوری امضا کنم. به این هم پیر است. به این طاقت کرده نمیتواند. خوب شده است سرداران.
Ama pistir. İstet ama. İstet. İstet. Ne para ya? گیره دو رو میبرید. او رو به کجا میبرید ها؟ با جای در کاری. او رو به کجا میبرید؟ این کار رو میبرید. او رو به کجا میبرید؟ گفتن نمیبرید. خواهش میکنم با من که کجا میبرید او رو؟ خیلی زیبیده است پسرم. مادر بیانماز در خصوص دیلا چیزی نگوید. انشالله او را یافته می‌یابیم. مایلش پسرم با دقت باشید. آماده دلدار؟ بله آماده موقع توید. خدا نگهبانتان پسرم. مقدمی مرا میکشید. از شما یک خواهش آخرین دارم. همکم رو نکشید. او رو عذاب ندهید. خواطر نشو. همکت را خوب نگاه و بین میکنید. وقتی که هوا تاریک شد او را برده به چاه پرت کنید. حاضر وقت را از دست ندهید. باید امکش امضایش را گذارد. طاقت کن التماس طاقت کن. فؤاد التماس طاقت کن. دیلا تو آمدی. همینجوره فؤاد من در برای من آمدی. فؤاد همش خوب میشود فؤاد. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. این شهری کلام پر از گلی جلوه‌گر است، اما گلی روی تو تماما دیگر است. بیا عیار مکن جبر و جفایم، چشم سیاه دیدم قدیر از ساعت دیدم، نازنین ناز مکن روی ثبات دیدم. این بدی بلند شاخکاش خم، تو که اومدی تو زندگی من، زندگیم شبیه قصه ها شده. دختری تاجیب داری کرشم با حسنی زد قدر برداری بود با بیرختم مانم. میگم بانگا بگی نکه موهی حیات کوچه خونون دوره خونون اوی حیات.
پیراهه تقدیر. فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.